اما یه نقطه برادرمون به من داره نگاه میکنه، تو خاطر خودم هم بود که تذکر بدم، و اون صدای زن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمودن که زن عورت است. درسته؟ حجاب ستر است، زن عورت است. اگه زن عورته، صدای زنم خیلی وقتا عورته، اما نه همیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند که هیچ مردی حق نداره خودشو به شکل زن یا ادای حرکت‌های زنانه رو داشته باشه، و هیچ زنی هم حق نداره که خودشو به شکل مرد یا ادای حرکات مردانه رو داشته باشه. بعد میگه خدا و رسول خدا لعنت کردن مردی که خودش را به شکل زن و زنی که خودش رو به شکل مرد در بیاره. تشبه لعنت کرده، یعنی از رحمت خدا به دور. خدا لعنت کرده و رسول خدا صلی الله علیه وسلم. اما امروز خیلی مردا هستن که لباس زنانه میپوشن، خیلی مردا هستن که دیگه از زنها هم آرایششون کاملتره. مردانی هستن که ابروشون رو برمیدارن. تو تلویزیون نگاه نکرده همینایی که فیلمای کودک بازی میکنن؟ دیدید که اسمشون رو من نمیدونم، ابروهاشون رو نگاه کردید؟ خیلی از مردا هستن موهای سینه‌شون رو با مواد خاص میزنن. آرایش میکنن، بند میزنن. این دیگه خب دیگه میدونید که چی دارم میگم. و خیلی از زنها هستن که لباس مردانه میپوشن. و الان رسمه که خیلی از زنهایی که خودشونو به شکل مرد در میارن میرن پیش طبیب و پزشک، یک سری جراحی هایی میکنن، سینه هاشونو بر میدارن. طب چقدر بی ارزش شده. من همین سفر قبلی که تهران بودم تو رمضان دیدم خیلی از زنا بینی هاشون تو فرودگاه که می آمدن کسب زده بودن، یه مورد، دو مورد. بعد دیدم نه یک مورد، 10 مورد و 20 مورد و سبحان الله. بعد که متوجه شدم سوال کردم، گفتن اینا ظاهرا جراحی پلاستیک میکنن، یعنی به بینی خودشون که خدا دادیه. خیلی چیزای دیگه که آدم شرمش میاد. اما صدای زن حق نداره صداشو شبیه مرد کلوف بکنه. درسته که گفتن که زن نباید با صدای نازک و اشوه و باریک غیر طبیعی جواب مرد بده، حالا چه تو تلفن، چه پشت در، چه تو اماکن عمومی که میره، تو مدرسه، دانشگاه، جاهای دیگه. در خانه حق نداره صداشو بیش از حد کلوف بکنه که شبیه صدای مرد باشه. این خودش یک نوع تشبه هست. اما حق هم نداره صدای طبیعی خودشو دوباره تبدیل بکنه و نازکتر و باریکتر با اشوه از اون صدای طبیعی خودش. اگه کسی زنگ تلفن زد تو خونتون، مرد خونه نبود، زن با همون صدای معمولی خودش بدونی که خنده بکنه، اشوه بکنه، صداشو باریکتر بکنه، جواب تلفن بده. کیه؟ همون صدای طبیعی خودش. ببخشید شما، نه فلانی خونه نیست، تمام شده رفت. اما قهقه بزنه و بخنده و اشوه بکنه و صداش باریکتر بکنه و این اشکال فنی داره. این او رو در معرض خطر قرار میده.
پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند 3 تا صدا رو دوست داره، 3 تا صدا رو دوست داره، اونم در وقت سحر. یکی صدای اذان گفتن خروس و یکی صدای تلاوت عبد با کلام رب العالمین و یکی صدای آه و ناله انسان گناهکار سر تا پا تقصیر در وقت سحر که به درگاه خدا زاری می کند. میگه مستغفرین دیگه استغفارشون همینطور وصله با نماز شبشون تا اذان صبح. این 3 نفر. بعد میگه که فاذا طلع الفجر نادا منادن، میگه وقتی آفتاب طلوع کرد یا فجر طلوع کرد، نادا منادن، منادی صدا میزند الا لیقم الغافلون. 4مین گروه میگه وقتی فجر طلوع کرد دیگه وقتی نمونده، میگه منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه الا لیقم الغافلون، حالا غافلین بلند بشن. خودش میگه که طوری بلند میشن از بسترشون مثل که مرده ها دست باچه از قبراشون بلند میشن. غافلون الا لیقم الغافلون. بعد میگه که فیقومون من فروشهم کالموتی نشروا من قبورهم. عجب چیزهایی میگفتن بزرگان دین، چون دلشون به بالا مرتبط بود. میگه 4 چیز لازمه برای کسی که میخواد راه خدا را بره و موفق بشه. یکی اعتقاد صحیحی که در اون بدعت نباشه، باید بخونی اعتقاد چیه بدعت چیه. دوم توبه نصوحی که بعد از اون به ذلت گناه برنگرده. سوم راضی کردن هر طلبکاری از بندگان خدا. اگر کسی میخواد توبه بکنه باید با حق الناس همه تصفیه بکنه و حقشون بر بگردونه تا حقی برش نباشه که وقتی میخواد توبه بکنه و به راه خدا هر ادامه بده حقی هیچ کسی برگردنش نباشه که سنگینی بکنه امروز و فردا فکرشو ذکرشو مشغول بکنه. و 4م تحصیل علم شریعت به قدری که بتوانید اوامر خدا به جا بیارید و از نواهی خدا دوری بکنید. و مشهور است که شیخ شبلی میگه که خدمت 400 تا استاد و عالم و شیخ کردم، 4000 حدیث ازشون حفظ کردم، از میان 4000 حدیث 1 حدیث رو انتخاب کردم و به اون حدیث عمل کردم و مابقی رو رها کردم. وقتی که خوب نگاه کردم که خلاص و نجات من تو همین 1 حدیثه و علم اولین و آخرین همش تو همین 1 حدیث جمع شده. اون حدیث چیست؟ بعد میگه به همین حدیث اکتفا کردم. حدیث اینه، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اعمل دنیا که به قدر مقامک فیها، برای دنیا تلاش بکن به اندازه مقامت در دنیا و برای آخرت تلاش بکن به قدر بقا و ماندنت در آخرت و برای خدا کار بکن به قدر حاجتت به خداوند و نیازت به خدا. چقدر انسان نیاز به خدا داره، پس همیشه باید در تلاش باشه که برای خدا خدمت بکنه. و عمل للنار به قدر صبر که علیها، و برای آتش جهنم میگه تلاش بکن به اندازه صبرت بر آتش. یه روز 1 چوب کبریت فقط زیر دستت بزن، چقدر صبر دارید؟ میگه برای آتش جهنم به اندازه صبرت تلاش بکن اگه صبر دارید. این بود خلاصه از چیزهایی که نوشته بودم. و یکی از علما به اسم فتحی یکن در کتاب قوارب النجات، قایق‌های نجات، گفته مداخل شیطان به نفس انسان 7 چیزه: 1 غضب، 2 کبر، 3 شهوت، 4 حسد، 5 عجله، 6 بخل، 7 سوء ظن. این 7 تا دره که باید قفلش بزنی که شیطان از اون در به نفس تو و داخل تو و درون تو نفوذ نکنه. از همه شما تشکر میکنم، خیلی حوصله کردید. ساعت 1:30 از امام جمعه محترم و برادر بزرگوارمون که بالاخره بزرگواری کردن و ادب به جا آوردن و حق مهمان رو ادا کردن و صحبت‌های خودشون رو کوتاه کردن، گرچه خیلی صحبت‌ها داشتن. و اون حدیثی که بالای منبر
ایراد نمودن. خیلی شرح و تفصیل داشت که میتونستن بسط بدن، ولی خب واگذار کردم به بنده حقیر. امیدوارم که خداوند هرچی خوبی هایی که به زبان من آمد از جانب خدا بود و تاثیرگذار باشه در خود بنده و در شما، و اگر لغزش هایی و خطاهایی و خدای نکرده ناصواب بر زبان آمد از نفس اماره و شیطانی که وسواس الخناس است، که من به درگاه خدا پوزش می‌طلبم و از همه شما هم معذرت خواهی میکنم. قطعا این CD رو من دوباره چک میکنم، نگاه میکنم، اگه جای نیاز به حذف باشه حذفش میکنم و انشالله میفرستیم برای مدرسه در دسترس شما بزرگواران باشه. از حوصله همه شما تشکر میکنم. یک بار دیگه دست به هم بدید انشالله، دست قوی برای آباد کردن منطقه و برای آباد کردن جامعه خودتون و ماحولتون. برادرمون حسین از کورستان زنگ زدن، دیشب بود، گفت که شما میرید روی در؟ گفتم بله انشالله اگه خدا توفیق بده. هفته گذشته من میخوام بیام، من میخواستیم بیام که همون لحظه‌ای که میخواستیم حرکت بکنیم دیگه یکی از جوانا که قومخی شما و خانمم بود به رحمت خدا رفت، دیگه نتونستیم. و گفت که شما این هفته میای؟ گفتم بله. گفت پس ما با دوستان جمع شدیم از کورستان میخوام بیایم. سبحان الله. نگفت که هر جا خودت مهمونی، ما هم هستیم، ما 20 نفریم 50 نفریم. فقط سوال میکنه شما امروز میرید؟ ما میخوام با دوستان از کورستان کسی اینا جمع بشیم. میان حالا نشسته دارم میبینمش، بعد تو تلفن میگه حالا ما هم که میایم ان شاء الله یه نوبت هم به ما بزن، از سر ما رد میشید از بغل ما، یه نوبت هم به جوانای کسه بزن. ما مخلص همه هستیم، هر کاری میکنیم خودمون رو تقسیم بکنیم بازم کم میاریم. دیگه الان جمعه و شنبه نیست، شب و روز نیست، یک سره داریم میدویم. بازم به گفته شیخ بزرگمون خدا حفظشون بکنه شیخ عبدالکریم میگفت مردم فکر میکنن که ما کاری کردیم. میگو این همه تلاشی که مردم فکر میکنن تلاشه، هنوز نتونستیم بیش از 10% خواسته های برادران مسلمانمون تو منطقه و خواهراشون، بیش از 10% خواسته هاشون رو جواب میدیم. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. گفت بارالها من پدر و مادر پیری داشتم. خوب دقت بکنید. بارالها من پدر و مادر پیری داشتم و گله گاو و شتر و گوسفند داشتم. عیالوارم بودم، بچه داشتم. هر روز میرفتم گله رو میوردم صحرا، شیر رو میدوشیدم میآوردم. قبل از این که به بچه هام بدم اول به پدر و مادر پیرم میدادم تا اونها بخورن بنوشن از من راضی باشن، بعد به بچه ها و فرزندانم میدادم. تا اینکه یکی از روزها رفتم صحرا دنبال گله. وقتی آمدم که شب شده، هوا خیلی تاریک شده، مقداری از شب گذشته، بچه ها گرسنه‌اند، همه گریه میکنن. شیر تو دستم آوردم، دویدم به طرف پدر و مادرم که هر دوتا خواب رفتن، انتظار کشیدن خواب رفتن. بچه ها فریاد میزنن، گریه میکنن بابا شیر بده. من همینطور لیوان شیر یا اون ظرف شیر رو تو دستم گرفتم، ایستادم به بچه هام ندادم که اول پدر و مادرم رو راضی بکنم. و این دوتا همجور تو خواب بودن، بیدار نشدن تا وقت سحر بیدار شدن که من ایستادم سر پا، ظرفم تو دست منه. بعد گفتم بابا شیر بگیر، مادر شیر بگیر بخور. و پسرم تو ایستادی، و معذرت میخوام وقت من آمدم شما خواب بودید، شیرتون رو بگیرید بخورید. خوردن، تشکر کردن. گفت بارالها اگر احترام به پدر و مادر، خدمت پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، رضای پدر و مادر رضای توست و خدمت به اونها رضای توست و دستور توست، تو دستور دادی که من به پدر و مادرم اکرام بکنم، احترام بکنم. خدایا اگر این کار رو من به خاطر رضای تو کردم، مشکل ما رو حل بفرما. هنوز دستش پایین نیامده بود که صخره جابجا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند پله منبر رو میشمرد، گفت آمین آمین آمین. 3 تا آمین گفت، 3 تا پله منبر که رفت بالا. صحابه تعجب کردن این 3 تا آمین مال چیه؟ جواب داد اولین آمینی که گفتم جبرئیل آمد، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از رحمت خدا به دور باد، محروم باد کسی که پدرش یا مادرش یا پدر و مادرش در حیات باشن
سبب آمرزیده شدن گناهان اون پسر نباشد و این پدر و مادر از دنیا ناراضی از فرزندان از دنیا برن و فرزندانشان در حیاتشان آمرزش از خدا نگیرن به وسیله پدر و مادر. یعنی پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم پدر و مادر وسیله‌ای است که انسان بتواند از خدا آمرزش بگیره، ولی پدر و مادر رفتن این فرزند آمرزیده نشد. بگو آمین، گفتم آمین. و علما میگویند دعای پدر و مادر در حق فرزند دعای خیرش مثل دعای نبی در حق امتش هست و نفرین پدر و مادرم نفرین خطرناکی است و امروزه اکثر جوانان از پدر و مادرشون بیزارند، زود از پدر و مادرشون سیر میشوند. هنوز پدر و مادر جوانند، افتاده نشدن سیر شدن. مادر 40 ساله 50 ساله خدا نکنه که مریض بشه، افتاده بشه، خانه سالمندان. مردایی هستن که به خاطر زن جوانشان مادر پیرشون رو در بدر کردن، چون زنش گفته یا من تو این خانه یا این مادر پیر خرفتید. گفته تو باشید کدبانوی خانه من، چراغ خانه من. این مادر پیر یه جایی جاش میشه، تو سالمندا تحویلش میدین. ماهی 30,000 تومان هم به سالمندا میدم.